شایعی در میان مردم هست که نمیدانم فلان جا کسی موی دیده است. شفا پیدا میکنید از بیماری و ویروس کرونا. آب یک جا میکنین و آبش مینوشین. این آنتی ویروس بوده است در مقابل کرونا ویروس. برای نمی یک خبر خوب بگیم شنیدیم، خبر خوش. این در سوره حضرتی نمی در قرآن کریم در سوره حضرتی الحمد، سوره حضرتی الف لام دا این بین همین دا انا میجه این بین همین جورا بکویم بخیم ورقورا میجه حضرت پیغمبر یا طور ریش شای همین انا حضرت دوملو خودی دای وای کرای که مسلمان را همش بگه میکورا بکنم در همین هسته انا مقصد در اوج شما دگه وای کنن بجوشونانه بعد شیرگر مشکنن در پیولا همه یک قرطی اهل اویلا بگیره ای کسال انشاءالله که نجات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز از صبح تا حاضر در واتساپ و در اینستاگرام برای ما نکم از 10 مرتبه یک ویدیو را روان کردم. یک آدم در دستش یک قرآن است و میگه فلان داملا خواب دیده است که اینمی قرآن میکشویی در صحیفه اولش بین سوره فاتحه و بقره یک میجه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. او را میگیرین در آب یک جا میکنین و آبش مینوشین. این آنتی ویروس بوده است در مقابل کرونا ویروس. برادران عزیز، به خاطر الله به همین خرافات داده نشوین. شاید این یک دروغی است که از نام یک داملا در پوچه یک داملا پیچاندمش. اگر همون داملا همین خوابم دیده باشه و همین گپم گفته باشه هیچ اساسی نداره. ببینین در تاریخ در زمان حضرت عمر رضی الله عنه همین گونه ویروس ها در دمشق پیدا شده بود. حتی از 25 تا 30 هزار آدم یعنی به هلاکت رسید. از جمله کسایی که به هلاکت رسیدن ابو عبیده ابن جراح و معاذ ابن جبل، یعنی صحابی های جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. برای چی در قرآن های اونها میجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا نشد و اونها نگرفتن و آب یک جا نکردنش ننوشیدنش؟ مگر ما از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بهتر هستیم؟ یعنی دعاهای ما زودتر قبول میشه از اونها دیده؟ نه برادران، این گپا خرافاتا داده نشوین. یک سفسطه بیش نیست. الله نگهبانتان باشه. کوشش کنین، تلاش کنین، زیاد توبه بکنین. نجات از کرونا ویروس این توبه و به سوی خدا برگشتن است. زیادتر کوشش کنین، به سببها چنگ بزنین، زیادتر طهارت کنین، خودتان پاکیزه نگه دارین، احتیاط کنین و زیاد توبه بکنین و توکل به الله کنین. بارک الله فیکم. شایعی در میان مردم هست که نمیدانم فلان جا کسی موی دیده است یا کسی خواب دیده است که در قرآن موی هست و هر کس این مو را آب بکشد او شفا حاصل میکند. این هم برمیگردد به اون بدبختی امت اسلامی امروز و خصوص مردم ما که ما از مسائل دینی خود آگاهی نداریم. دین ما تکمیل هست. دین ما نیازی به این خرافات ندارد. به خواب کسی به غیر از خواب پیامبران، خواب هیچ ولی از اولیاء، حکم شرعی از او ثابت نمیتواند بشود. لذا ما به قرآن رجوع بکنیم، نماز بخوانیم، مشکلات ما حل بشود. درست است تبرک به آثار صالحین مسائل جدایی است، او هست، درست است، اما این چیزی که هر کس هر خوابی دید یک سر تلفن میکنن که والله کسی موی دیده است در قرآن و اینا همه دروغ و خرافات است و اینا فقط مسخره کردن مردم در مسائل دینیشان هست. همین روزهای اخیر شایعی در سطح دنیا و مخصوصا ایران ما پیچید که فلانی خوابی دیده. بعضیا به من نسبت دادن در شهرهای خراسان که فلانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در خواب دیده که فرموده شما برید یک موی یا قسمتی از پلک یا ابرو داخل سوره بقره هست، سوره آل عمران هست، شما برید اون رو بردارید، آب بکشید، شفا پیدا میکنید از بیماری و ویروس کرونا. قسمتی از شهرهای ایران این خواب رو به من نسبت دادن. برخی گفتن مردی از عراق، یکی گفته از افغانستان، یکی گفته یک از علمای مدینه. به هر حال همین که این خواب مدعیان زیادی داره دال بر
دروغ بودن این جریان هست. کذب محض است عزیزان. من چنین خوابی رو ندیدم. این طبیعی هست. بعضی عزیزان خیلی با اصرار گفتن که ما رفتیم در قرآن رو باز کردیم، این عدد مو رو ما دیدیم، 1 عدد 2 عدد. خب این طبیعی هست. انسانهایی که قرآن میخونند موی از ریششون و یا پلکشون و یا ابروشون یا مو سرشون در کل قرآن یه جایی میفته. به همین خاطر بعضیا گفتن سوره بقره. اگر سوره بقره رو ندین آل عمران رو گفتن، سوره یاسین رو اسم بردن. عزیزان من، اولین نکته‌ای که به شما عزیزان میگم اینه که این خواب کاملا کذب است و دروغ، هیچ گونه صحتی نداره. نکته دوم اینه که عجیب است ماها چرا اینقدر به خواب، اگر همین مسئله رو من الان به بیداری دارم میگم نه به خواب، چرا اینقدر به خواب اهمیت میدی؟ من به بیداری دارم میگم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب نه در بیداری به من فرمودن، در بیداری به شما فرمودن. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای خود که خود قرآن فرموده است و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفای همه درد هست. قرآن شفا هست. قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. شما چرا دنبال خواب میگردی؟ چرا حتما باید یک نفری خرافه ای رو در جامعه ترویج کند، یک کذب محضی رو؟ عجیبیم، همه چیز عوض شده. راست رو، حقیقت رو که مثل روز روشن است گذاشتیم کنار، بعد دنبال خواب ها میگردیم، دنبال رؤیاها میگردیم، دنبال اباطیل و عراجیف و خزعبلات میگردیم که از زبان این از زبان اون تو فضای مجازی باورش کنیم و در حد وسیع و گسترده اینو پخش کنیم. یک حدیث صحیح رو چرا پخش نمی کنیم؟ یک کلام حقیقت رو چرا پخش نمی کنیم؟ در پخش و نشر آیات قرآن و مفاهیم دینی چرا اینقدر لنگی؟ آخرین باری که قرآن رو باز کردیم کی بوده؟ قبل از این خواب. بعضی از ما شاید چند سال از سراغ قرآن نرفتیم، از رمضان گذشته سراغ قرآن نرفتیم، ولی به وسیله یک خواب رفتیم قرآن رو باز کردیم ببینیم راست یا دروغ، 2 مرتبه بستیم. واقعا جای تأسف داره. قرآن شفاست. این مو نمیتونه کاری بکنه. قل، ای خود پیغمبر وقتی نمیتونه، وقتی خود خدا به پیغمبر میگه قل، ای پیغمبر بگو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من پیغمبر نمیتونم ضرر رو از شما دفع کنم، من پیغمبر نمیتونم ویروس کرونا رو از شما بگیرم، من نمیتونم، در اختیار من نیست که مسائل و مشکلات رو از شما دور بکنم. بعد شما از موی من؟ عجیبه. یک ویروس آمده است امروز در روی دنیا. اگر گویم که تمامی چهره تا تمامی گردن ها تا محکم کن که ویروس تاثیر نکنه، تمامی چشم و روی و همه اندامش میپشونه، ولی الله میگه که سر رو و گردن تا بپشون، ایده نمیپشونه. الله مهربان اشاره میکنه سرهاتان، گردنهاتان، دستهاتان، بدنهاتان همه پوشیده باشه. بین خطاب الله را بین. این سخن در قسمتی از آدما تاثیر گذاشته است، قسمت نه. لیکن حاضر اگر اعلان شود که همین ویروس آمده است، چشمها، سرها، گردنها همه اعضا پوشیده باشه، همه میپوشند. از ویروس میترسید، از الله نمیترسید.